امروز اومدیم برای اکتشاف طلای پلاسری تو آبراهه‌ای که بالا دستش بر اساس نقشه زمین شناسی که از این منطقه هست یه توده گرانیتی داره و بر اساس نمونه‌هایی که تو آبراهه هم پیدا میشه گرانیت‌ها رو میتونیم ببینیم. این گرانیت میتونه منبعی باشه برای ایجاد طلای نیتیو یا طلای آزاد و میخوایم بیایم ببینیم که تو آبراهه آیا این طلا وجود داره یا نه. حالا چی باعث شده که بیایم این رودخونه خاص دنبال پلاسر طلا بگردیم؟ اینجا پر از قطعات سیلیسیه که نشون میده که بالا دست ما یه سری رگه‌های سیلیسی داریم. همچنین اینجا یه سری قطعات گرانیت داریم که این گرانیت ها نشون میده که توده آذری اون بالا هست، میتونه تغذیه کننده رگه هایی باشه که توش میتونه طلا داشته باشه. پس این نشونه ها باعث میشه که ما شک کنیم و احتمال بدیم که اینجا میتونه تو این رگه هایی که سیلیسی هستن طلا همراه سیلیس باشه. حالا باید بگردیم ببینیم که واقعا این هست یا نه. پلاسرها نوع خاصی از ذخایر معدنی هستند که حاصل جدایش وزنی یه سری کانیای سنگین مثل طلا، مگنتیت، حتی الماس هستن. این کانیا دو تا ویژگی دارن، یکی اینکه چگالی خیلی بالایی دارن، وزن مخلوط خیلی بالایی دارن. دومین ویژگیشون اینه که پایداری خیلی بالایی دارن، یعنی مقاومتشون در مقابل فرسایش فیزیکی و شیمیایی زیاده. این تمرکز این کانی‌ها باعث ایجاد یه سری ساختارهای معدنی خاص میشه به اسم پلاسر. ما پلاسرهای مگنتیت سنگان خیلی معروفه تو ایران. طلای پلاسر باید ما منبع و ذخیره طلای آزاد تو بالا دست رودخونه داشته باشیم که اینو شسته باشه و بیاره اینجا رسوب کنه. حالا نقاطی که میتونه طلا پیدا بشه رو تو ادامه بهتون میگم. تو رودخونه ها و پیچای رودخونه ها همیشه این قسمتی که میبینید سرعت آب بیشتره و فرسایش اتفاق میفته و این قسمت که سمت گودی رودخونه است همیشه رسوب گذاری اتفاق میفته و اینجا هم میبینید که رسوبا داریم و پلاسرها معمولا تو این قسمت که میبینید رسوب پیدا میکنن. همچنین جایی که سنگای خیلی بزرگ هست پشتشون یه قسمتی ایجاد میشه که سرعت آب کمتره و این قسمت پشت سنگای بزرگ معمولا اونجا هم رسوب گذاری اتفاق میفته. یکی از نشونه های اکتشاف طلای پلاسری این ماسای سیاه رنگه. اینا معمولا اکسید آهن یا مگنتیت همراهشونه، نشون میدن که اینجا کانیای سنگین ته‌نشین شدن یا رسوب کردن. چون که چگالی اینا زیاده و مقدارشون هم از طلا بیشتره معمولا نشون میدن به ما که باید از اینجا رسوب جمع کنیم و اکتشاف رو از اینجا شروع کنیم. همونطور که گفتیم تو پیچ‌های رودخونه ممکنه کانیای سنگین بشینن. اینجا هم یه بخشیه که کانیای سیاه رنگ ته‌نشین شدن. حالا میخوایم اینا رو جمع کنیم و بعدش لاوکشویی انجام بدیم. ببینید این ماسای سیاه رنگ برقم میزنه. اینا رو باید جمع کنیم. اینا یه موضوعی که هست اینا رو نباید با مواد عالی اشتباه بگیرین. مواد عالی که تو طبیعت هم هست همینطوریه. تکنیکایی که برای جداسازی پلاسر استفاده میشه استفاده از این سطوح شیب‌داره. اینو من خودم درست کردم. یه سطح توجیه که یه مش پلاستیکی داره و این شبیه ساز سیستم رودخونه است. این ماسه ها رو ما اینجا می‌ریزیم و همونطور که می‌بینید این سنگین‌ها رو اینجا گیر می‌کنن. یکی کانی سنگین داره و سبکا شسته میشه بیرون. فقط باید آب رو یه جوری تنظیم کنید، جریان آب یه جوری باشه که کل کانیه سنگینتون رو نشونه.
داخل‌ها رو در واقع بهشون رو ببره. این کلی الان اینجا خالی سنگین گیر کرده و این کمک میکنه که حجم لاوکشویی که میخواین انجام بدیم خیلی کمتر بشه. فشار آب یه جوریه که این ماسای سبک رو میبره ولی سنگین ترها میمونن. این سیاه ها گیر کردن لای این توریه و موندن. حالا لاوکشویش هم میکنیم ببینیم که تش چیزی میمونه یا نه. نشاش که پر شد باید تخلیه‌اش کنیم. آب میریزیم میچرخونیم و روش رو خالی میکنیم تا جایی که ماسا باقی بمونه. دوباره همین کار رو انقدر تکرار میکنیم که بخش سبک ماساها بره و سنگینا باقی بمونه. لاوکشویی رو تا این مرحله ادامه میدیم.
هاش نمونه تقریبا. حالا اینا رو ببینید یه سری ماسه های سیاه رنگ اینجا دیده میشه، ببینید، و یه سری دونه های طلایی داره. حالا تو فیلم احتمالاً نشه نشون داد ولی خیلی ریزن. حالا من مشکوکم بهشون که طلا باشه ولی باید آنالیز بشه. اینجا یه سری دونه هستش که از این سیاه ها سنگین تر هم و جدا میمونن. نور خیلی زیاده نمیشه نشونش داد.